یک روز گفت تصادف همین گونه همین چشمکی من چشمکی تو بینم که همسرم بر اومد نه وقت زن گرفتن همین پای پوشیایش رو گرفتم میگفت نزدش ماندم و سر بردارم گفتم که از اونجا مادرم دید گفت که ها الکای لخ کرد. آیا همین کردار از بچت بینی باید تو غضبناک شای کاری را که پیامبر کرده است اینها را صدقه نام مادری کند. اکثر زنهای شوهردار به نهایت زیاد است یعنی به نهایت که شد شما تصور کنید شما را شد به مهر شوهر زار هستند. دلاور در سری مهربانی می رود یک قشقه قطی مراجعی را میگیره دهانی زنشته میمونه ها با حواس تماشا میکنیم مقصد میره میبینیم با ممکن بعضی ما نفرت هم کنیم بگیم پیامبر میگه یا مویز اگر در دهانی زن مردک به دست خودش ماند بهتر است که از هزارها مبلغ در راه خدا صدقه میکنه. مثل چگونه که ملائکه ها را خدا خلق کرده است مثل همین ملائکه ها را خلق کردنش همین مرگ هم خلق کرد. وقتی میگه خلقش کرد پیداش کرد و او را میگه پس هزار پرده پنهانش کرد و عظمته اکبر من السماوات والارضین. چنان میگه همین مرگ کلان بود چنان کلان بود که حتی میگه زمین و آسمان کلانیش بر او برابر شده نمیتونست. همتا میگه خداوند یک مخلوق بی نهایت کلان خلقش کرد. لا یدرون مکانه ولا یدرون ما هو فقط یسمعون صوته من کل حول. صاحب دقایق میگه یگان ملائک نمیدانست که این چی هست و مکان این در کجا هست فقط آوازش میشنیدن که میگه داد میزد فریاد میزد فریادش میشنیدن لکن نمیدانستن در کدام مکان است و این چی باشد چی وظیفه را اجرا میکند اینش نمیدانست تا وقتی چی تا وقتی که آدم خدا خلق نکرد. وقتی میگه آدم خدا خلق کرد این مرگ میگه فرمایش داد که بالای همین تمام مخلوق من پرواز کن. وقتی میگه مرگ پرواز کرد همه این ملائکه هایی که خلق شده بودن همگی میگه از هوش رفتن. بعد مدت میگه خداوند باز در مکان خودش همین مرگ قرار داد و گفت یا عزرائیل قد سلطتک علیه. عزرائیل گفت این مخلوقی که دارم ایرا نامش مرگ است من بالای این مرگ تو را مسلط گردانیدم تو بالای این غلبه میکنی و این از آن تو هست. عزرائیل حیرت دماندن گفتن به ای قوه آخذوه. خداوند گفت این بزرگی را بین کلانی را بین قوتی را بین با کدام قوه می را میگیرم. در نزد قدرت خداوند اینا که مخلوق خداوند که بدن هیچی نبود. گو عزرائیل گفت نزدیک بر او شو او سکون میکند او سکوت میکند او به تو رام میشود. وقتی میگه عزرائیل که بر او نزدیک شدم در حال میگه سر پیش من تعظیم کرد و محتاج بر من شد. از اون روز اعتبارا این مرگ در دست کی رفتید؟ در دست عزرائیل رفتید. عزرائیل میگه وقتی که او را من مسلط بر خود گردانیدم و او را محتاج خود گردانیدم با امر الهی میگه این موت از جانب خود به سوی خداوند فریاد زد پروردگارا ایذن لی حتی انادی فی السماء والارض مرتن. میگه همین مرگ به سوی خدا چی گفت؟ گفت خدایا گفت من کو مرا کو تو غلام این عزرائیل گردانیدی من میخواهم که یک فریاد در بین آسمان و زمین بزنم. خداوند گفت که اجازت از برای تو فریاد بزن. میگه این موت چی گفت؟ این مرگ چی گفت؟ انا الموت الذی
افرق بین کل حبیب، من همان مرگ هستم که جدایی میدازم بین دو دوست، دو رفیقی که با یکدیگر سخت رفیقند. بالای یک تاش وقتی که من میایم این رفیقی اینها از بین نابود میشود. انا الموت الذی افرق بین کل المرأة و زوجه، من همان مرگ هستم که بین شوهر و بین زن جدایی می اندازم. انا الموت الذی افرق بین الآباء والابناء، من همان مرگ هستم که بین فرزند و بین پدر داغ میگذارم. من همان مرگ هستم. لا یبقى احد حتی یذوق منی، میگه در آخر این مرگ چی گفت؟ بر همه شما خبر میتم که هیچ کس در دنیا باقی نمیماند تا آن زمانی که اگر از من لذت نبرد، تا اگر من بالای او نیام و این سختی جان بالای او اگر روانه کنیم، او از دست ما نجات نمییابد. این البته همون مرگ است. وقتی انسان این موضوع را انشاءالله ما و شما شاید دو جمعه کنیم، برای وقتی ما و شما خیلی نزدیک مانده است. کمی از شدتش بر شما گپ میزنم، بعدا انشاءالله باز این موضوع ها تکرار می شود. این مرگ چگونه که گفت از من ناچشیده دیگر علاج ندارند، شدتش چگونه هست؟ رسول اکرم میگوید که سلمان فارس این حدیث روایت میکند: شدت الموت قدر شدت الموت كقدر 300 ضربة بالسيف. پیغمبر خدا گفتند شدت مرگ، سختی مرگ چگونه، سختیش چگونه هست؟ گفتند مثل که در شکم به یک آدم 300 بار به شمشیر میزنی چگونه درد داشته باشد، به همین منزله گفت قدر و شدت مرگ همچنان است که در شکم یک آدم 300 بار به خنجر بزن چه مقدار درد پیدا می شود، همین مقدار گفت سکرات موت و غمرات موت همچنان است. از این خاطر باشد که رسول اکرم دم آخرش چگونه بود؟ حضرت عایشه میگوید لطه را تر میکردیم، بالای پیشانی پیغمبر میگذاشتیم و رسول الله میگفت اللهم اعین علی سکرات الموت و غمرات الموت، پروردگارا بر من سختی و مشقت مرگ آسان بکن. میگه رسول اکرم فقط و فقط دعاش در دم آخر همین بود. حضرت ادریس که این قصه قرآنی است که زنده به جنت رفتگی هست، وقتی میگه بی نهایت کار میکرد، بسیار زمین ده کار میکرد، عزرائیل میگه چنان ذوقش میآمد کار ادریس میدید. روز میگه از جانب خداوند اجازت گرفت که همین پیغمبری تو را من زیارت کنم و به نهایت که عبادت زیاد داشت میخواست که عبادت ادریس تماشا کند. وقتی میگه و هو کان صائم الدهر، میگه صاحب کتاب ادریس میگه دائما روزدار بود. باز از جنت میگه یک مقدار طعام میگه عزرائیل گرفت خانه ادریس آمد نشست و ادریس میگه اول نشناخت، طعامی که آورده بود تناول کرد، از بین میگه قریب 4 روز گذشت، نه میخورد نه طاعت عبادت میکند. ادریس که آداب مهمانداری را میدانست پرسانش کرد تو آیا بشر هستی؟ تو آیا از تخم انسان هستی؟ گفت نه من از تخم انسان نیستم، من برادر تو عزرائیل هستم. ادریس با مجرد شنیدن عزرائیل گفت تو قابض روح هستی؟ تو قبض کننده جانها تو هستی؟ گفت بله من هستم. گفت این 4 روز تو در خانه من بودی، آیا تو کسی را جانش قبض کردی؟ میگه حضرت گفتند ارواح الخلق عندي كالمائده اتناولها كما تتناول اللقمه. ادریس گفت جان تمام مردم گو در نزد من به منزله یک دسترخوان است، چگونه که از هر جاش تو یک لقمه را میگیری میخوری، این جان تمام مردم در روی دسترخوان است در نزد من
کدامش تا که امر شد همون زمان میگیرم. تا امروز چندین هزار جانش گرفتیم. من خود گفت جان میگیرم، فقط کشیش جان با نماینده های من، با خدمتگارهای من وابسته است. اونها میکشند تا حلق میارن و من جان میگیرم. این گفت به همین منزله است، گفت برای من هیچ مشکلاتی نداره. میگه ادریس گفت عزراییل گفت تو برادر من هستی، من هم مرگ را چشیدن نمی شود، زیرا خدا گفته از همه نفس باید مرگ بچشد، لیکن من خدا را دوست می‌دارم، ذکر خدا را دوست می‌دارم، میخواهم که ابدی زنده باشم و فقط در ذکر خدا باشم. وقتی جانی مرا گرفتی تو یک بار دیگه به سوی خدا باز دعا و تضرع کن، مرا جانی دوباره بتد. میگه عهد کردن. وقتی که بعد چند مدتی آمده جان ادریس میگه گرفت و حضرت عزراییل گفت خدایا، گفت این بنده به سوی تو هم دعا کرده بود، از ما هم تضرع و زاری کرده بود که جانی دوبارهش بتیم، چی میشود؟ این ذکری ترا دوست می داشته است، عبادتی ترا دوست می داشته است. خدا که در ازل ادریس کشیده بود جانی دوباره رو میگه با ادریس داد. ادریس وقتی میگه از خواب مثل که بیدار میشه، عزراییل نزد خود دید، گفت برادر عزراییل گفت این چی دهشت بود که تو بر من روا کردی. گفت ادریس گفت الرفق الذي فعلت بك ما فعلت على احد قط. ادریس گفت چنان مهربانی در وقت جان گرفتن بر تو کردم که چنین مهربانی را برای هیچ پیغمبر پیش از تو نکرده بودم. چگونه معامله کردم؟ حضرت ادریس گفتن آیا به تو وصف کنم، بیان کنم که چگونه جانم دادم؟ گفت بیان کن. گفت این الحیوان اذا انسخل جلده و هو حی فمرارته اشد منه. میگه ادریس گفت ملک الموت گفت جانت از بدن من چنان گرفتی که وقتی که یک حیوان زنده باشد و او را زنده به زنده گفت پوستش میکنن و چگونه درد پیدا میکند، همون درد گفت 1000 مراتبه دیگر گفت با زیادتر از اون دیده. گفت چی شد؟ این جان کندن من گفت بر من سخت آمد. حالان که عزراییل چی گفتن؟ من گفت مهربانی بر تو کردم. حضرت عیسی را خدا رحمت کند که یکی از معجزه هاش این بود که مرده 1000 ساله را زنده میکرد. بعد باورش میکردن که این پیغمبر است. وقتی میگه قومش گفتن عیسی گفتن تو هر مرده که زنده کردی مرده های همین 500 ساله و 1000 ساله بودن، ما یک مرده میدانیم به نهایت قدیم است، اگر همون را زنده بکنی ما تو را باور میکنیم.